خداوند نصیب کرد که در همین 4 سال گذشته تقریبا 120 تا کتاب گوش کنم و اکثریت همینو بیوگرافی هستن بچه‌ها و من می‌خواستم که کوتاه چیزای اساسی که ما از این بیوگرافی ها گرفتم با شما فهمونم. خب این بیوگرافی ها از نلسون ماندلا سرکار تو گنری فورد تو چرچیل تو ایلون ماسک تو دیگرها هستن و یک چند پرینسیپ اساسی که من در اینو دیدم چیان یکم پرسیستنس. بچه‌ای که شما می‌بینید در آینده فوتبالیستی گرنی میشود اساساً فریکیکری بهترین میشود و این نفر ای سه سالگیش میبوید هر روز تاپ توپ زدن میگه که نغلطون مامورا چیزی عادی ماش میکنه هر روز و این میشود دیوید بکهام از همه چیز سر میکنه هر روز صدیق نمیگه وای نمیگه درس نمیگه شنبه نمیگه فقط ماش میکنه پدرش که میره هر روز فریکیک زدن میگیره تو وقتی که بهترین فریکیکری جهان شد و حتی بعد از آخری کاریرش وقتی که در پاریس سن ژرمن وای میکرد و علاقه آخری کاریرش بود بعدی که همه علاقه میرفتن میسود 1 ساعت 2 ساعت دیگه پرکتیکا میکرد. persistence بچه persistence همیشه چیز مهمه. نفری که شما در سلاید آینده میبینید hard work نفری که در سلاید آینده میبینید مانیاک بود تودگولیک بود دیوانه بود شنبه نمیگفت نیمی شب نمیگفت زنگ میزد کارگروش میگفت ای چی کار شد وای چی کار شد ایرا دیزاینش کو کردیم این مردک استیو جابز شد این مردک خوب تنها شما با اپل شاید میشناسید لیکن در اصل بسیار پروژه اینترسنت دارد. یکی از دیگه پروژه اینترسنت شرکت پیکسار است. خب پیکسار چی میبرد کی میدوند مولتیکو میبرد مولتیکی یکی مثال بیارید یگان مولتیکا که ارزو توی استوری there you go توی استوری 3 سال 4 سال میگیرد که این خیلی پروژه تیار شدن بچه‌ها خیلی وقت زیاد میگیرد و خیلی مهنت زیاد میگیرد این پروژه این کاماندا زیاد طلب میکند و عجیب مهنت طلب میکند در 6 ماه اخیر توی استوری دو تیار کردن همه عذاب میکشن کاماندا ایو کی هم استرس میشن که یا ایکویاس وقتی که یکی از کارگروی همینو کارگروی پیکسار وقتی که کودکش میبره کار میبره فراموش میکنه که کودکش باید صدیق میبرد نیم روز که در خودش میزنه که کودکش در ماشین شد در پارکوفکا میره میبینه که کودکش بهوش شده است میبره بالنیسا تو چی اندازه هم استرچ شده بودن اتیکای کوری امریکانسو در حقیقتا بسیار خیرات نمیبره مرا هم کار میکنن و برای همین بچه‌ها او پیش رفته هستن برای همین غرب پیش میره. شما وقتی چورا میبینن آدمو رفته است در اومده است برای که او مهنت میکنن اتیکای کوری دارن هارد ورک. این نفر تد ترنر نام داره یکی از مشهورترین تلویزیونچی‌های جهان است. CNN همین آدم شده است. CNN میدونید شما در کانال خبرها است. این نفر پرکتیسکی در آفیسش خوب میرفت دیگرها اگر 10 ساعتی کار کنن میگفت من 18 ساعتی کار میکنم در آفیس من خوب میرم زیادتر کار میکنم. ایو را میشناسید جوان بخت نمیشناسید شما نسل جوانترید پیرترو کی میدونه که بیتلز و نفری که از میبینید بیل گیتس همه ایو در کتاب اوتلایرز میتونید دربارشون زیادتر خونید. پرینسیپ 10,000 ساعت it's all about the hours you put in 10,000 ساعت بچه برای یگان چیز موفق شدن خوب شدن بهتر شدن 10,000 ساعت کیبریو 10,000 ساعت اینو میگردن از یک بار به دیگر بار از یک مایخونه به دیگر مایخونه همین فقط پرکتیکا میکنن فقط میخونن هیچ کنا نمیشناسشون بعد یکی مشهور میشن 10,000 ساعت. بیل گیتس خیلی جوانیش در این مالکوم گلادول نفری که هم کتاب نوشته است بیل گیتس میآموزد و میکند که از جوانی خیلی بر وقت سر کرده بود اوید کامپیوتر آموختن و این همه چیز او را بیل گیتس کرد. این یک چند چیز the luck of course وقتی خوب اما علاوه بر اون 10,000 ساعت. لیکن ما وقتی درباره کاری بسیار کردن میگیم علاوه فکر میکنیم که کار بسیار کنیم آیا انا معنی دارد اگر که ما هم کار باعقلانه نکنیم. مثال فرض میکنیم که در دست شما یک کوبه همین را باید تلا کنین مثلا همین را کی تسترک تلا میکنه راههای زیاد داره یکی از راهاش هم کوبیکا گرفته پروست اگر که لاوش اگر ببینین کولش نه خیلی تستر هم را پیش میبرین مانو چی دارد نظیره دا work smart it's not just about persistence and hard work تنها persist کرده hard work کردن نمیشه باید کالر استفاده بریم. این مرد که میشناسین بنیاد جف بیزوس چی کرده از جان بگ آمازون این مرد ای کتاب فروشی سر میکنه لیکن در همین سال در یک پیریود بایترین نفر جهان اعتراف گشته بود. ای بیل گیتس هم گذاشت از دیگرش هم گذاشت و این مرد چی میگه که شما میتونید پرسیستنت باشید شما میتونید زیاد کار کنید شما میتونید با عقلانه کار کنید نه که در آمازون ما تنها نفر رو میگیریم که هر چیزی همی کار کرده توند شما انتخاب نکنید هر چیزی کردن نکن persist work hard
and work smart. سه تا شرکت تسلا، پیپال، بهادر جان، تسلا، پیپال، سپیس ایکس چی هم میاره با فکر شما یک پیوست میکنه؟ سنجانا چی هم میاره پیوست میکنه؟ ایلون ماسک. My favorite guy, my hero. همین مردک گرینیه و گرینیگیش از همین برمیاد که هر سه هم پرینسیپ ایمپلمنت کرده و این مردک میخواد آدم مارس بره. این مردک میخواد artificial intelligence کانسپتش ایواز کنه و این مردک میگه که work like hell. 80 ساعت 100 ساعت کار کنه میگه. اگر که کنکورنس شما 40 ساعت کار میکرده باشه، شما 80 ساعت 100 ساعت کار کرده در 4 ماه چیزی را میکنه که او در 1 سال میکنه و اگر شما با عقل هر دوتون یخیل با عقل باشه، نه که شما اگر زیادتر کار کنید شما برد میکنید و تنها همین خیلی آدما میتونن در حیات یک آدم هم ماشینی بهترین وای برآورده، هم راکت‌های اینوواسیونی برآورده، هم فینانسی سکتور ایواز کرده کی مردک کرد و این جوانیش است. این مردک خوب میرفت جوش زیپ تو کار نام داره شرکت یکنش در هم جای کارش خوب میرفت. سو پاوزا میکنیم work hard smart persist. نکی دگوجو لینیا بین کاری زیاد و حیات کشیده باید شود. در گوجو نیستم. نرمال نیست. نرمال نیست گفتن که ما باید بین حیات کارم لینیا باشد. نکی این مردکو نه نرمال نیان. این مردکو دیوانان. این مردکو بگونان، مجنونان. این مردکو را حیات کارشون در یک چیز پیوست شدگی است، در مقصد، در پرپس و این دیوانه ها میتونن جهان ایواز کنن. ای دیوانه بودن نترسیم بچه‌ها.